گر بخواهی نصرت و فیض و برار، گر بخواهی نصرت و فیض و برار، ای پسر قدر پدر را پاس دار. گر پدر را دل برنجد از پسر، عاقبت گردد به عالم خوار و زار. حیفی فرزنده که می نالد به هر جا از پدر، حیفی فرزنده که می نالد به هر جا از پدر. مرگ فرزنده که در کاری پدر ناقابل است، یک دعای خیر خیراندیش را ده ای پدر، به دعای خیر خیراندیش بودن مشکل است. روز و شب با ذوق دل قرآن تلاوت گر کنی، آدمی صبح صفا طاعت عبادت گر کنی، مثلی هاتم دایما خیر و سخاوت گر کنی، کعبه حق را هزاران بار زیارت گر کنی، تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست. اندر این ره گر زنی با دین و ایمان دست و پا، گر بزوری با سازی 100,000 خانه خواه. عیسی مریم بیاید از سما سازد دعا، خیزر باشد از برایت مرشد و هم رهنما، تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست، مقبول نیست. طاعتت بیکار است اصلا نمیابی ثمر، 100,000 نیکی سازی فعلی بد دارد اثر. سوخته است دامانی تو از خش هستی بخبر، دان که از عرشی عظیم والاتر از امری پدر، تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست، مقبول نیست. مشربا از می سفر داری نکو کردار باش، بندگی را پیشک شب تا سحر بیدار باش. ناله از خوفی قیامت ساز و بد هوشیار باش، خواهی جنت با پدر هم یاور و هم یار باش، تا پدر راضی نباشد طاعتت مقبول نیست. دنیا دنیا دنیای دنیای بی وفای،
دنیا 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 دنیای بی وفای آه پدره با پسرش گفت بقر پدره با پسرش گفت بقر که تو آدم نشوی جانی پدر ای فیان عمر که ای به سر و پا در رهی تربیتت کردم صرف دلی فرزند از این حرف شکست به خبر از پدرش کرد سفر رنجی بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر عاقبت شهرت و والایی یافت حاکم شهر شد و صاحب زر چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به دیدار پدر پدرش آمده از راهی دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر انداخت به سر و پای پدر گفتی که تو آدم نشوی تو کنون حشمت و جاهم بنگر پیر خندید و سرش داد تکان پیر خندید و سرش داد تکان گفت این نقطه برون شد زیدر من نگفتم که تو حاکم نشوی گفتم آدم نشوی جانی پدر من نگفتم که تو حاکم نشوی گفتم آدم نشوی جانی پدر 1000 سال راه است از تو تا مسلمانی 1000 سال راه است از تو تا مسلمانی 1000 سال دیگره تا به حدی انسانی 1000 سال دیگره تا به حدی انسانی آزارت پدر یا که با مادر سخن گوید به قهر بدبخت آن که آزارت پدر یا که با مادر سخن گوید به قهر در جهان البته او رسوا شود 7 دری دوزخ برویش وا شود
دعاش نبود قبولی کردگار عاقبت شد دشمنی پروردگار رو سیاهی هر دو عالم شد یقین هر کی با مادر پدر ورزید کی رو سیاهی هر دو عالم شد یقین هر کی با مادر پدر ورزید کی مادرانی دل کباب در حقی فرزند باشد مستجاب در حدیثی مصطفی دیدم نوشت در قدومی مادران باشد بیش من سکندر نیستم فکری جهانداری کنم نیستم دامو تا در عرش خوشخوانی کنم من سلیمان نیستم تختم برد روی هوا نیستم مورکی فکری مهمانداری کنم زکریا نیستم تا اره بر فرقم نیهن اره ها را برکشم ذکری خدا جاری کنم نیستم ایوب تا من صبر سازم در بلا جمعی کرمان بر تنم او رو نگهبانی کنم نیستم عمر که تو من عدل پرسم از پسر نیستم بوشم تا پیشی پدر زاری کنم نیستم جمشید گیرم من جهان با ضربیته همچون ابراهیمی ادهم هر کی سلطانی کنم نو الهی ای حسینی رو به مشهد دست گیر من ذکر داری بدم آخر پشیمانی کنم من ذکر داری بدم آخر پشیمانی کنم بود بدبخت آکی آزارت پدر یا که با مادر سخن گوید بقه که آزارت پدر یا که با مادر سخن گوید بقر